أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اطاعت علماء لغت میگه یا مصدر است یا اسم مصدر است. یا اگه مصدر باشه ای باز از طاع یطوع طوعا و طاعتا، اجوف واوی است فهو طائع و طیع والمفعول منه مطوع. اگه ای اسم مصدر باشه بازی از باب افعال است. اطاع یطیع اطاعتا فهو مطیع والمفعول منه مطاع. به هر تقدیر اگه ای را ما مصدر بگیریم یا اسم مصدر بگیریم یی به معنای فرمانبرداری که پسان تحقیق ازی را میکنیم. یی باب افعال ازی به معنای فرمانبرداری در قرآن بسیار جای استعمال شده. و من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین و حسن اولئک رفیقا. میگه کسی که اطاعت بکند الله را و رسول الله را پس او امرای کسانی می باشد که الله بر آنها انعام کرده که او مردم عبارت هستند از انبیا، از صدیقین، از شهدا و از صالحین. و این مردم به اعتبار رفاقت بسیار مردم خوب هستند، زیبا هستند. این اشتقاق اطاعت شد که یا مصدر است یا اسم مصدر است. آمدیم به معنای اطاعت که اطاعت چه مطلب؟ علامه کفوی یک عالم لغوی است و در عین حال حنفی هم است. او معنای اطاعت را میکنه هی فعل المأمورات ولو ندبا، یی کردن امور مأمورات الهی وگر که نفل هم باشه، مستحب هم باشه، نماز خواندن، روزه گرفتن، حتی نوافل خواندن، این کل گیر اطاعت میگه. و ترک المنهیات ولو کراهتا، اطاعتی را میگه که تو ترک المنهیات بکنی، دزدی، سرقه، رشوت، غدر و خیانت، ولو کراهتا، حتی مکروهات هم ترک بکنی، این را اطاعت میگه. پس اطاعت تعریف اجمالیش امی شد فعل المأمورات ولو ندبا و ترک المنهیات ولو کراهتا. مأمورات را بجای آوردن گرچه مستحبات هم باشد و از منهیات خود را نگهداری کردن گرچه کراهیت هم باشد، این را اطاعت میگه. اطاعت زدش معصیت میگه. معصیت هم باید ما بشناسیم به خاطری که در عربی یک مقوله است میگه تعرف الاشیاء بازدادها. این اشیاء به ضد خود شناخته میشه که مثلا ما و شما هم اولی اگه نمک را اگه شیرینی و بوره را میشناسیم که شیرین است به خاطری که در مقابلش اوجا مرچ داریم که او تلخ است. اگه خوشحالی را میشناسیم که امر خوب است در مقابلش غم را دیدیم که او امر ناپسندیده است. ما باید معصیت را بشناسیم که ضد طاعت است. که معصیت چه مطلب؟ تا از معرفت ازو معرفت مزید طاعت حاصل شود. معصیت یه مصدر میمی است. مصدر میمی در عربی را میگه که یک مصدر را بگیری در اولش میم اضافه بکنی. این دیگه در معنای مصدر کدام زیادت نمی آوره، صرف یک تحسین لفظی در او مصدر حاصل میشه. پس این معصیت مصدر میمی است. از عصا یعصی عصیانا فهو عاصن والمفعول منه معصی، سرکشی و نافرمانی کردن. این مادم در قرآن بسیار استعمال میشه. در حق فرعون پروردگار میفرماید فکذب، این نسبت دروغ کرد با موسی علیه السلام، او را دروغ گفت که تو دروغ میگی، و عصا و نافرمانی کرد از امر موسی علیه السلام و از امر الهی. معصیت چی را میگه؟ معصیت هم یک عالم اصولی که او از علمای معاصر است و از کلکته و بنگلادیش است، علامه برکتی، او در تعریفات فقهی را تعریف کرده هی مخالفت الامر قصدا، مخالفت امر الهی و امر نبوی را قصدا، که تو قصد مخالفت داشته باشی، این را معصیت میگه، مخالفت امر را. آمدیم این خود تعریف اطاعت شد. اطاعت چی میگه؟ هی فعل المأمورات ولو ندبا و ترک المنهیات ولو کراهتا. و ضد
اطاعت معصیت است و مخالفت الامر قصدا، که تو از مخالفت امر الهی، امر شرعی مخالفت بکنی و این مخالفتت قصدن باشه، بلا قصد او را معصیت نمیگه. یکی مثلا یکی خواب است، نماز است پیشش قضا میشه، ای را معصیت نمیگه، به این آدم گناهگار نمیشه. در حدیث شریف هم میگه من نام عن صلات او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، اگر کسی از نماز خواب شوه یا فراموش کنه، باز امو وقت نماز بخوانه وقتی که به یادش آمد. و تو که خوب بیدار استی و نماز نمیخوانی، قصدن نمیخوانی، ای را باز معصیت میگه. پس معصیت یه مخالفت امر قصدن. عالمین به طرف اقسام اطاعت. اطاعت بسیار اقسام داره: اطاعت الله، اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اطاعت امرا. باز امرا دو قسم است، یک امیر عام است که او را امیر المؤمنین خلیفة المسلمین یا امیر اعظم میگه، و یک امرای خاص است که او را وزرا و امیر جهاد و امیر حج و امیر عشر و زکات و امیر معارف و وزیر معارف. پس آن بخیر وضاحتش میکنیم. از همه دو قسم امیر اطاعتش فرض است و اطاعت پدر و مادر. برای ما امی سه اطاعت سپرده شده: اطاعت الله، اطاعت نبی علیه الصلاة والسلام، اطاعت امرا. این ارسه را انشاءالله توضیح میکنیم. اول اطاعت الله و اطاعت نبی صلی الله علیه وسلم. اطاعت الله، اطاعت نبی علیه الصلاة والسلام، یعنی اوامر الله قبول کردن، اوامر نبی علیه الصلاة والسلام قبول کردن. این سر ما و شما فرض است. پروردگار ارشاد میکنه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. میگه او آنانی که شما ایمان آورده اید، شما اطاعت بکنید الله را، شما اطاعت بکنید رسول الله را. و اولی الامر منکم، و آنانی که زمام امور شما در دست ایشان است. فان تنازعتم فی شیء، اگر شما در کدام سخن مخالفت و نزاع بکنید، فردوه الی الله و الرسول، امو نزاع خود را، امو اختلاف خود را به الله رد بکنید، یعنی به قرآن، به رسول الله رد بکنید، یعنی به سنت نبی صلی الله علیه وسلم. این کنتم تؤمنون بالله، اگر شما ایمان دارید به الله و به روز آخرت. ذلك خیر و احسن تأویلا. این منازعات خود را، اختلافات خود را به الله و به نبی علیه الصلاة والسلام رد کردن، این بسیار خوب است. خیر بسیار خوب است و احسن و بسیار زیبا است. تأویلا به اعتبار عاقبت. در این آیت شریف به اعتبار اطاعت الله و رسول الله یک وضاحت میکنیم. پروردگار میفرماید اگر شما در یک چیز نزاع بکنین، و این تنازعتم فی شیء، اگر شما در یک چیز نزاع بکنین، فردوه الی الله و الرسول، شما نزاع خود را به الله و نزاع خود را به رسول الله صلی الله علیه وسلم رد بکنید. مطلب از الله قرآن است، مطلب از رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نبی علیه السلام است، یعنی اختلاف خود را به این رد بکنید. پس آن میگه این کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر شما به الله و به روز آخرت ایمان دارید، یعنی این تقاضای ایمان شما باید باشه که منازعات خود را به الله و رسول الله رد بکنین. یعنی تقاضای ایمانی یک کسی است. اگر کسی بگوید که ما به الله و به رسول الله ایمان دارم و منازعات خود را به الله راجع نمیکنه، منازعات خود را به رسول الله راجع نمیکنه، یی در ایمان خود دروغ میگه. یی ایمان از حقیقی نیست. این کنتم تؤمنون، اگر شما ایمان دارید به روز قیامت و به الله، پس شما منازعات خود را به الله و به رسول الله راجع بکنید. در آخرش پروردگار میفرماید ذالک خیر، یی بسیار خوب کار است، نزاع خود را به قرآن و به حدیث فیصله کردن. و احسن تأویلا، یی بسیار خوب است به اعتبار عاقبت و انجام. عاقبت عظیم بسیار پسندیده است. برادران محترم، 20 سال نه بلکه 40 سال در این مملکت ما و شما قوای مختلف بود که یکی پس دیگه می آمد. روسا بود، کمونیسم بود، غربیا بود، امریکایا بود، دیگه بود. ما منازعات و اختلافات خود به قرآن و به حدیث راجع نمی کردیم، به ملل متحد و به دیگه راجع می کردیم. مشکل ما را حل نکرد. وقتی که منازعات خود را به قرآن و به حدیث راجع کردیم، کلگی قوای خارجی وجود نداره، امن و امان، امنیت و کلگی امورات از واقع خوب به پیش میره. این چرا؟ این کارهای خود را، فیصله خود را به الله و به رسول راجع کردن، پروردگار ضمانت از این را کرده. ذالک خیر و احسن تأویلا، این بسیار خوب کار است و این بسیار عاقبت
بسیار خوب داره. احسن و بسیار زیبا است تأویلا عاقبتا، به اعتبار عاقبت و انجام. برادرای محترم، پس فیصله به الله و به رسول کردن، در امورات خود اطاعت الله و رسول کردن، این دو سخن از این معلوم میشه. یکی تقاضای ایمانی ما و شما است، این کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، و دوم ای که او فیصله که تو را به قرآن و به حدیث بکنی، این را پروردگار برات ضمانت میکنه. از این دیگه مطمئن باش، عاقبت و نتیجه از این به دست الله است. این 100% خیر است. ذالک خیر و احسن تأویلا. ما این مثل از در ظاهر این در زندگی و در حیات خود دیدیم. برادرای محترم، اطاعت پروردگار و نبی علیه الصلاة والسلام در بسیاری آیات ذکر شده. دیگه جای پروردگار می فرماید قل، تو بگو او نبی صلی الله علیه و سلم به مؤمنین، اطیعوا الله و الرسول، اطاعت بکنید الله و رسول الله را. فان تولوا، اگر شما از اطاعت الله و رسول الله رو بگردانید، فان الله لا يحب الكافرین، یقینا الله تعالی محبت نمی کند با کافرین. از این آیت معلوم میشه کسی که قصدا اطاعت الله و رسول الله را نمی کنه، خوب به اصطلاح میفهمه که امر الهی است و این امر غربی و کفری است، این بازم برای کفر روان میشه یا جمله کافرین میشه. فان الله لا يحب الكافرین، ای تو نگفت فان الله لا يحب العاصین، الله تعالی نافرمان را خوش نداره، اما نافرمان الله و رسول الله را کافر گفته. فان الله لا يحب الكافرین، الله تعالی با کافرین محبت نمیکنه. دیگه جای پروردگار میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای آنانی که شما ایمان آورده اید، اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه، الله و رسول الله را اطاعت بکنید، ولا تولوا عنه، از نبی علیه الصلاة والسلام و از پروردگار رو نگردانید، و انتم تسمعون، در حالی که شما میشنوید، قرآن میشنوین، حدیث میشنوین، حلال و حرام میشنوین، احکام الهی را میشنوین. ای تو نیستین که شما نمیشنوین و نمیفهمین، در ای تو حالت شما مخالفت نکنین. دیگه جای میفرماید قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، بگو بر ایشان که الله و رسول الله را اطاعت بکنید. فان تولوا، اگر شما نافرمانی بکنید، این بر نبی علیه الصلاة والسلام یک تسلی است که یا رسول الله از نافرمانی ایشان خفه نشو، فانما علیه ما حمل، به نبی ما آنچه لازم است که سر ازو که او به او مکلف است، و علیکم ما حملتم، به شما آنچه لازم است که شما به او مکلف شدین. و ان تطیعوه، اگر شما نبی علیه الصلاة والسلام اطاعت بکنین، تهتدوا، شما به هدایت برابر میشین. این تو نیست که به نبی علیه الصلاة والسلام کدام منفعت و فایده میرسه، به او کدام فایده نمیرسه از اطاعت تو خودت به هدایت برابر میشی. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، به نبی ما لازم نیست مگر تبلیغ واضح، تبلیغ روشن که مردم را بفهمانه. جای دیگه جای نبی پروردگار میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای آنانی که شما ایمان آورده اید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، در معاملات خود، در زندگی خود الله و رسول الله را اطاعت بکنید. ولا تبطلوا اعمالکم، اعمال خود را باطل نکنید. یعنی ما شما خو اعمال خیر میکنیم، نماز میخوانیم، روزه میگیریم، صدقات میکنیم، دیگه افعال خیر میکنیم. اگر تو با این افعال خیر خود الله و رسول اطاعت نبکنی، عمل خود را باطل میکنی. نافرمانی الله و رسول این سبب ابطال عمل میشه. ولا تبطلوا اعمالکم، اعمال خود را باطل نکنید در صورت مخالفت الله و نبی صلی الله علیه و سلم. و دیگه جای می فرماید و من یطع الله و رسوله، کسی که الله و رسول الله را اطاعت بکنه، یدخله جنات تجری، پروردگار او را داخل میکنه در باغهای که روان است انهار و نهرها در پایین بلدینگ ها و قصرهای آن، خالدین فیها، ای مطیعین، کسی که الله و رسول الله را اطاعت میکنه یا در جنت داخل می باشه. و ذلک الفوز العظیم، این بسیار یک کامیابی کلان است، یعنی اطاعت الله و اطاعت رسول الله و به این چنین جنت ها رفتن. همچنین در بسیاری آیت دیگه پروردگار اطاعت الله و رسول الله را ذکر کرده. به اعتبار اطاعت الله و رسول الله یک سخن دیگه و این است، اطاعت الله و رسول الله یک اطاعت مطلق است. اطاعت مطلق چی مطلب؟ در مقابله اطاعت الله و رسول الله تو هیچ کس اطاعت نمی کنی. یعنی در مقابله امر الهی اگر امر امیر آمد تو را اطاعت نمیتونی. در اطاعت امر الهی امر پدر و مادر آمد تو را اطاعت نمی کنی. در اطاعت امر نبی صلی الله علیه وسلم اطاعت
یک کس رفیق و اندیوال و رئیس و وزیر آمد تو را اطاعت نمیکنی. اول اطاعت الله و رسول الله است، اطاعت ایشان اطاعت مطلق است. این معنای اطاعت الله و رسول الله است که این اطاعت مطلق و اطاعت کامل است. پروردگار می فرماید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة، مناسب نیست یک مرد مؤمن و یک زن مؤمن را اذا قضى الله و رسوله امرا، وقتی که پروردگار و رسول پروردگار یک فیصله بکنه، مرد مؤمن و زن مؤمن را مناسب نیست ان یکون لهم الخیره، که باز ایشان را اختیار باشه من امرهم، از کار خود. یعنی در یک مسئله که الله فیصله کرد، در یک مسئله که نبی علیه السلام یک فرمان صادر کرد، زن مؤمن مرد مؤمن باز از خود اختیار نداره، باز و فیصله الهی بر ایشان لازم است. ان یکون لهم الخیره، باز نیست برای مرد مؤمن و به زن مؤمن کدام اختیاری. و من یعص الله و رسوله، در این تو صورت که الله یک فرمان صادر کرد، نبی علیه السلام یک حکم صادر کرد و یک مرد مؤمن زن مؤمن بازم برای خود یک اختیار ثابت میکنه، یعنی نافرمانی الله و رسول الله را میکنه، فقد ضل ضلالا بعیدا، یقینا گمراه شد به گمراهی بسیار روشن.